برادران اهل اسلام، موضوع موعظه امروزه ما در موضوع عائله است. عائله یعنی پدر و مادر و فرزندان، احترام پدر و مادر و تربیت فرزند. و تربیت فرزند یعنی احترام پدر و مادر از کجا سرچشمه و منشأ میگیرد؟ البته از تربیت فرزند. وقتی که پدر و مادر فرزندان رو تربیت کند، فرزندی تربیت کرده پدر و مادر رو همچون مغز نان بالای چشم دیده میبردارد. اما اگر فرزند تربیت نکند، اون از کجا میدوند که احترام پدر یا احترام مادر برای من در دنیا و آخرت چی میارد؟ نحسی و کسرتی و کثافتی به احترامی یا عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت با دعایشان را گرفتن خدمت کردن. این وابسته از همون چیز، وابسته از تربیه هست. برای همین حالا جوانایی که زنگیر هستند، قبل از زنگیری دویم در فکرشون اون نباشد که دیگر این باشد و اون باشد و زیبا باشد و دیگر آداب و اخلاق و رفتار و کردار و دینداریش رو به نظر نگیرد و زیبا گفته بگیرد و صد بلای دیگر با اون میآید. خب به زیبا باشد، دیندار باشد، نوری بالای نور بهترین از خوب است، لیکن باید مسلمان، باید جوان همسر نی، باید جوان مادری فرزندان جستجو کند. اگر مرد 100 بار بگوید بچم، مادر 1 بار بچم بگوید، این 101 برابر است تأثیرش. گپی مادر تأثیر دارد، رفتاری مادر تأثیر دارد، خصلتی مادر تأثیر دارد، حتی فکرانی مادر به فرزند تأثیر دارد. چرا این همه تأثیر؟ به خاطر که اون 9 ماه و 9 روز نمیدونم چندی که در بطن اون مادر است، اون تأثیر دارد، از اونجا تأثیرش میگیرد. برای همین جوانایی که در جستجوی همسر هستند، جستجو کنید پدر و مادردار رو بگیرید. جستجو کنید که پدر و مادر رو پیدا کنید که پدر و مادر خوب داشته باشد. بعضی از دانشمندان اسلام میگویند که زنگیر شدی دختر نکن، جستجوی دختر نشو، در جستجوی مردی نیک باش. چرا که زنی خوب در خانه مردی نیک است، مردی که جوان مرد است، همت بلند است، کامیاب است، آداب دارد، اخلاق دارد، دینداری دارد. اون خانه رو زیر نظارت گرفتگی هست، تربیت کردگی هست، کامیاب کردگی هست، موفق کردگی هست. برای میگه دختر نکن، مردی خوب بکن. زنی خوب یا دختری خوب در خانه اون مردی خوب است. جوانا متاسفانه دیگه خب دیگه این هوا و هوس دیگر رو که های قد دارد، قامت دارد، زیبایی دارد، خصوصا همونایی که رنگ و بار میکند خود رو در نمایش میگذارد، نگیرید، پشیمان میشوید. همونایی که خود رو رنگ و بار 10 رنگ و 7 رنگ میکنند و میگردند کوچه با کوچه و دیگر نگیرید، پشیمان میشوید. رنگ و بار همونا رو میبینی، فکر میکنی تمام اکن دیگر، خدا خدمت داد. بعد دیگه میاید در سر چارمغز میشکند، نمیدونی چیکار کنی. در تربیت قبل از همه، در عائله برای کامیاب شدن قبل از همه باید همسری خوب داشته باشید. در تربیت فرزندان کامیاب شدن باید مادری خوب باشد که در تربیت فرزند کامیاب شوید. مرد اکثرا از خانه بیرون است، فرزند رو مادر تربیت میکند، فرزندان رو مادران تربیت میکنند. برای همین عائله، کامیاب شدنی در عائله یعنی چی هست؟ خیلی وابستگی از زن، وابستگی زیادی دارد. برای همین در اختیار همسر جوانای عزیز باید سراسیمه نشوید. باید یعنی چیز؟ یک چند سال قبل بود یکی از سابق کارگرایی که در یک اداره با هم کار میکردیم اومد گفت که حضرت این فرزند هیچ نیست که گپم رو بگیرد بفهمد، نمیفهمد. هر چقدر میگویم که همون که تو عاشقش شده‌ای
خب چند بویفرندی دیگر دارد باز، یعنی چند عاشق دیگر دارد. بیا گم که امورا نگیر، خونه مرا حرام نکن. خب که اگر میگیری برای خودت خونه اجاره میگیری، هر چی کاری میکنی برای کارت ندارم، لیکن من روزی نیستم که اون دختر رو بیاری. هیچ نکنی، شما تهمت میکنید دیگر. من گفتم دعوت کنید پسرتون رو، فرزندتون رو دعوت کنید، من با اون صحبت کنم که چی او را گران کرده است که هیچ دیگر نمیفهمد. بعد روزی اومد گفت من پسری فلانی. خب خوش آمدید دادری عزیز، چند ساله هستی؟ 22 ساله. 22 سالی که عمر داری، یکون بار همین پدر و مادرت یا خصوصا پدرت به ضررت گفت کاری رو نی. خب چی شد که بعد 22 سال بعد دیگه به ضررت کار میکنه؟ چی شد؟ خب اونی که خودت قشدار هستی، اکثریت میگویند که بیجا هست، بیجا گرد هست. حالا چرا باور نمیکنی؟ دروغ میگن، تهمت میکنن. خب تهمت میکنن، بگذار اینو غرضی داشته باشن تهمت میکنن. البته میدونید که یک راهی که عمیق دقیق بدونید که چی هست و چی نیست، که چگونه هست نیست، نشانت بدهم گفت مایلش اگه از برای خدا، اینا هم به خاطر خدا. برو همون کوچه کودکای همون کوچه رو یکون شکلات، یکون شیرینی، یکون چیزی بدید، بگو دادری عزیز، دادر جان، امی فلانی دختری فلانی چخیل هست. بعد قصه را گوش کن که چخیل کودکی همون کوچه چخیل قصه میکند که چی گپ است، چی خبر. بعد راستش رو همون کودک میگوید. بعد بیا گفتم بعدی که پرسپوز کردی و جستجو کرد، باید مسلمان، یعنی حتی قده‌های اونه که خیش میشوی با قده‌های اون، همسایه‌های اون، نزدیکان اون، حتی مقابله و مخالفای داشته باشد، باید که از مقابله و مخالفای اون باید نظرسنجی و نظرپرسی کنی تا اینکه حقیقت اون رو پیدا کنی. چون این بازی و شوخی نیست، این زندگی حیات. گفتم چیزی که شد بعد بیا. یک هفته بعد آمد خنده چی شد؟ گفت راست دیگه اون کودکا را پرسیدم راست میگفتید شما ماشینی فلانی رقمش میاد میبرد میورد دیگر. حالا تین شدی دیگه تمام. حالا فهمیدی که پدرت به ضرری تو نبوده است؟ الحمدلله فهمیدم. همین است، باید که انسان مسلمان، جوان مسلمان باید که سراسیمه نشود، خصوصا در ازدواج باید هیچ کس باید سراسیمه نشود.